کارگاه مجازی خلاقیت کاربردی توسط استاد دکتر جلیل صمدآقایی. قسمت 34 ویژگی‌های منفی افراد خلاق. خلاقیت اگرچه که یک ویژگی بسیار با ارزشیه، ولی همونجور که از ابتدا عرض کردم اگر در یک چارچوب و یک بستر مناسب در یک نظام ارزشی کامل و صحیح قرار نگیره میتونه کاملا مخرب باشه. اما همونطور که خیلی از ویژگی‌های خوب رو اگر افراط بشه درش یا تفرید بشه میتونه تبدیل به یک رفتار و اخلاق ناپسندی بشه، مثل نیکی. معروفه میگن نیکی چو از حد بگذرد نادان گمان بد کند. خلاقیت هم همینجوره. بنابراین فکر نکنید که اگر شما فرد خلاق کاملی شدید، یعنی خلاقیت بالایی داشتید، فرد کاملی شدید. من همونجوری که در قسمت‌های قبلی عرض کردم، مغزمون 4 قسمت اگر در نظر بگیرید، وقتی کاملیم که بتوانیم از هر یک از این ربع‌های مغزمون بر اساس شرایط و مقتضیات اطرافمون و زمانمون و شرایط کاریمون درست استفاده بکنیم. اون وقت است که خلاقیت در یک چارچوب کاملی قرار میگیره. و الا اگر شما فقط یک فرد خلاق خوبی باشین، حالا ویژگی‌هاشو که عرض بکنم متوجه میشیم که چه عوارضی هم به همراه داره. بنابراین فکر نکنیم که یک فرد خلاق یک فرد کاملی است، اگرچه که خلاقیت خیلی ضروری است برای خیلی از موارد مادی و دنیوی و معنوی حتی. منتها قبل از اینکه باز این ویژگی‌ها رو عرض کنم، باید اینم بگم که این ویژگی ها چیزی نیست که بگیم 100% برای همه به یک نسبت هست. بسیار متفاوته و نسبی است. در هر کسی میتونه بعضیاش کم رنگتر یا پر رنگتر باشه. یکی از ویژگی های منفی افراد خلاق این است که خودشون رو مهمتر و برتر از دیگران تصور میکنن. فکر میکنن که برتر از دیگران هستن. این ویژگی رو نه تنها افراد خلاق، بلکه هر شخصی که دارای یک امتیازی باشه، قدرتی باشه، توانایی یا مهارت بالایی داشته باشه، در این دام قرار میگیره. یعنی نزدیک به این چاله هستش که خودشو برتر از دیگران بدونه. حالا این میتونه صدای خوب باشه، میتونه چهره زیبا باشه، میتونه توان و مهارت خاصی برجسته‌ای باشه. به هر حال افراد خلاق هم به دلیل اینکه یه همچین ویژگی در خودشون حس میکنن، ناخودآگاه به تدریج یک چنین ذهنیتی براشون ایجاد میشه. و نکته بعدی و منفیش این است که یه مقدار خودمحور میشن و تحمل افکار و رفتار مخالف خودشون یواش یواش دیگه ندارند. این دوتا در واقع همون دامی است که همه افرادی که یک ویژگی خاصی رو دارن گرفتارش میشن. حالا میتونه قدرت سیاسی باشه، میتونه هنری باشه، میتونه عرض کنم حضورتون که یک مهارت تخصصی باشه، فرق نمیکنه. عرض کنم که یه ویژگی دیگه افراد خلاق این است که تمایل به انجام کار بدون برنامه ریزی دارن. یعنی زیاد خودشون رو در قید و بند برنامه ریزی نمیتونن قرار بدن و این کار برای خودشون و دیگران یه مقدار سخت میکنه، اگرچه که لازمه. طبیعت بحثای خلاقیت یه مقدار میطلبه، همجور که عرض کردم تفکر واگرا ضروریه. بنابراین برنامه‌ریزی دقیق و مو به مو و منظم براشون سخته. و همینطور اینکه وقت توجه به نتیجه کارم یه مقدار اینها کمتر دارن. یعنی وقتی وارد کاری میشن انقدر میرن تو عمقش و انقدر واگرا فکر میکنن که بعضی اوقات فراموش میکنن که باید یه نتیجه‌ای بگیرن. بنابراین
باید یه مقدار آموزش ببینن و الا افرادی که بسیار خلاق هستن در واقع فقط ایده های زیاد مرتب میاد تو ذهنشون، به خصوص بچه ها اگر کنترل نشن و یاد نگیرن خودشون رو چجوری کنترل بکنن، فقط ایده های متنوع زیادی که هیچ کدومو به نتیجه نمیتونن برسونن و یک کلافگی درشون ایجاد میشه. و بنابراین یکی از ویژگی‌های افراد خلاق همین است که نمیتونن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشن. حالا ما با توجه به این رفتارهای منفی به این افراد خیلی احتیاج داریم، بنابراین بایستی که یه مقدارم مدیران، عرض کنم اولیا، همکاران، اینها بدونن که شرایط و محیط و بایستی که یه مقدارم تغییر بدن برای اینکه بتونن این افراد کار بکنن در کنارشون. حالا توضیحشو عرض میکنم تو ویژگی‌های بعدی. به تدریج اشتباهات دیگران کمتر میتونن تحمل کنن، تحمل اشتباه دیگران براشون سخت میشه، با اینکه بعضیاشون خودشون هم تأخیر دارن به دلیل همون بی برنامه ریزی تا حدودی، عرض کنم حضورتون که با این حال از تأخیرهای دیگران هم ناراحت میشن. حالا همونجور که عرض کردم اینا 100% برای همه افراد نیست، اما بالاخره آمارها و تحقیقات یه همچین ویژگی‌ها رو نشون داده. باز ویژگی منفی دیگرشون عدم مسئولیت یا بی‌مسئولیتیه. دیگه این افراد انقدر غرق مسائل ذهنی خودشون میشن که فراموش میکنن اصلا در چه زمانی چه مسئولیت‌هایی داشتن یا دارن، دست خودشون هم نیست، تا حدود اینجوری میشن. بستگی به سبک خلاقیتشون و سطح خلاقیتشون داره و همینطور البته به نظام ارزشیشون و تربیتشون. عرض کنم حضورتون که یکی از ویژگی‌های بارزشون است که خیلی اهل بحث و جدل هستن، به دلیل اینکه اصلا اینجور فعالیت‌های ذهنی و این تضادها در واقع برایشون خیلی لذت بخشه و خیلی آموزنده است. و اگر خاطرتون باشه، اگر گفته باشیم، یادم نمیاد تو این دوره گفتم یا دوره های دیگه، مدل یادگیریشون افراد هنرمند مدل خاصیه و بیشتر در بحث و گفتگو چیز یاد میگیرن. عرض کنم حضورتون که نکته بعدیشون بدبینی و عدم اعتماد به دیگرانه. به هر حال با این که گفته میشه یکی از ویژگی‌های افراد کارآفرین و خلاق مثبت اندیشی است، ولی به دلیل اینکه باید برن و نقاط ضعف خیلی از مسائل و موضوعات رو پیدا بکنن، به مرور یه همچین ویژگی‌هایی هم حاصل میشه. و یکی از بارزترین ویژگی‌هاشون اینه که خیلی سرخودن و در واقع نمیتونن زیر بار دستورات و فرمانها و اوامر مدیرانشون و بزرگتراشون و اینها خیلی وقتا برن، که گفته میشه سرپیچی از اوامر یکی از ویژگی‌های منفی این افراد است. یعنی اگر بخواهند دقیقاً مطابق دستورات و روش‌ها و استانداردها عمل بکنن که خب نمیتونن چیز جدیدی به دست بیارن، همون چیزایی به دست میارن که دیگران به دست آوردن. بنابراین جزء طبیعت کارشون همونجور که توضیح دادم قبلا، اما بیش از حدش در یک جاهایی خب به عنوان یک ویژگی منفی هست و افراد منطقی و اصولی و عرض کنم که رفتارهای سازمانی در واقع زیاد سازگار نیست. و به طور کلی هم جوامع، هم سازمان ها و هم خانواده ها باید بدونن که با یه همچین افرادی باید کار بکنن. بنابراین یه مقدار باید شرایطشون و خودشون و روش‌هاشون و شرایط فضای کار و اینا رو تغییر بدن، جوری که این افراد با این ویژگی ها که منفی تلقی میشه بتونن کار بکنن. و حالا اگر اینا رو از دست بدن به دلیل شرایطی که ایجاد میکنن، خب محکوم به فنان سازمان. خانواده وقتی فرزندی داره که بچه خلاقی هست،
نمیتونه زیاد دستور بهش بده. خیلی سخته، خیلی حساسه و خیلی اوقات افراد در کلاس ها و کارگاه های ما میان میگن که خب حالا ما با بچه هامون چیکار بس بکنیم، از سن ما که مثلا گذشته اینها. ولی من تنها چیزی که میتونم عرض کنم و همیشه گفتم این است که تا زمانی که شما خودتون یک فرد خلاقی نشید، هر چقدرم به شما بگن این کارو بکن اون کارو بکن، تأثیر مثبت آنچنانی نمیتونه بگذاره. شما وقتی خودتون رفتارتون خلاق شد، شرایط اینجوری آماده میکنید، رفتار خودتون طبیعتش اینجوریست، اصلا خودتون چون نمیتونید زیر بار اوامر سفت و سخت و شدید برید، ناخودآگاه به بچه‌تون هم این کار رو نمیکنید. عرض کنم که یکی دیگه از ویژگی‌های منفیشون عدم همکاری با دیگران و حمایت از آنهاست. یه مقدار خودرأی میشن، خودمحور میشن، خودشیفته میشن و به همین دلیل تو سازمان ها نمیتونن زیاد کار بکنن، مگه سازمانی باشه که بهش میگن سازمان کارآفرین، یعنی اصلا تمام بستر و شرایط و روش هاشون کاملا طراحی شده برای نگهداری و تشویق و ارتقا و استفاده از این گونه افراد. کم توجهی به قوانین، سنت ها و ارزش ها، توضیحش زیاد دادیم قبلا، و رفتاری ناپخته، نسنجیده، بچگانه، بوالهوسانه و بی‌دقت. یعنی ظاهرا اینها اینجوری هستن و یک مقدارم از نظر درونی واقعا این حالت ها رو دارن، یه مقدارم به خاطر این است که ما خیلی منطقی، رسمی، خشک و در واقع سمت چپ ذهنمون فعال شده، اونها کاملا برعکسن. بنابراین به نظر ما خیلی این حالت درشون دیده میشه و طبیعی هم هست و بایست هم باشه. تمرین هایی هم که ما میدیم در واقع یه مقدار دور شدن از اون سبک فکری و سبک زندگی است، بنابراین یک چنین حالت هایی درشون دیده میشه. حواس پرتی، فراموشکاری، گیج و منگ بودن، سردرگمی باز یکی از نشانها و ویژگی‌های منفی این افراد هست. همونجور که عرض کردم باز تاکید بکنم اینها چیزایی نیست که 100% در مورد هر فردی صدق بکنه، کم و زیاد داره و بستگی به سطح و سبک خلاقیت داره و شرایط زندگیشون، نظام ارزشیشون و خیلی مسائل. باز به طور کلی این افراد مقدار عصبی تر هستن نسبت به افراد دیگه، انزوا طلب هستن، دمدمی بودن و عدم کنترل هیجانات در این افراد زیاد دیده میشه. اساساً اینها وقتی که خودشون رو در واقع باز میگذارن و میخوان با تصور و خیالشون پرواز کنن و از اون چارچوب‌های ذهنی فارغ بشن، بنابراین در اون زمانها و در اون شرایط ضمیر آگاهشون نمیتونه زیاد روی اینها کنترل داشته باشه. دقت بکنید، ما داریم میگیم افراد خلاق بس برن تو یک فضای دیگری، برن تو یک فاز دیگری که در اون فاز در واقع آزادی عمل بیشتر باید باشه. خودشونو باید اوپن بکنن، باز بذارن امواج ببرتشون. خب اونجا دیگه کنترل نمیتونن بکنن یا سخت خیلی کنترلش. اینا همه در واقع نشانه های اون طرز فکر و رفتار. بی‌علاقگی به جزئیات خیلی اوقات دیده میشه، به دلیل اینکه گفتیم راست مغزها میگن جنگل نمیگذاره ما درخت ها رو ببینیم. بی‌علاقگی به جزئیات به دلیل اینکه به کلیات بیشتر توجه میکنن، اگرچه که باید یاد بگیرن و خیلی هاشون هم بلدن که به موقع چقدر به جزئیات توجه بکنن. به هر حال اینها نشونه هایی بود از ویژگی های منفی افراد خلاق
ما به عنوان معلم، به عنوان مدیر، به عنوان پدر و مادر، به عنوان همکار، همسایه، اگر با چنین افرادی در ارتباط هستیم، بایستی که بدونیم اینها ویژگی هایی است که اینها به طور طبیعی و ناخودآگاه و بدون عرض کنم که برنامه‌ریزی یا اینکه بدون خواست خودشون یک همچین حالت‌ها و رفتارهایی دارن. اینجور نیست که با منظور برای عرض کنم که مقاومت، برای لجبازی، برای اذیت کردن این رفتارها رو داشته باشن. طبیعت کارشون، فکرشون اونها رو به این سمت میکشونه و ما به اینها احتیاج داریم، چرا که مسائل جامعه روز به روز پیچیده تر و تبدیل به مسائل شرور میشه و این افراد هستن که میتونن این مشکلات و مسائل رو حل بکنن. بنابراین بایستی که تا حدود زیادی ما خودمون و شرایطمون رو آماده بکنیم برای همکاری با اینها، برای استفاده از توانایی‌های این افراد. و نکته دیگه این است که نباید سعی بکنیم این طبیعت این افراد رو تغییر بدیم، چون اولا شدنی نیست، ثانیاً عوارض زیادی برای اون فرد داره و همچنین برای خود ما. هم ما نتیجه نمیگیریم، همونها را خراب میکنیم، اذیتشون میکنیم. با وجود سپایه‌های مخصوص دوربین و دوربین‌های کنترلدار، آیا این ایده مورد استقبال قرار خواهد گرفت؟ سعی کنید با تفکر عینی مشکلات اجرایی آن را بیابید. آیا لرزش دست هنگام عکسبرداری یکی از آن مشکلات نیست؟ سعی کنید مجددا با تفکر عینی امتیازهای این وسیله را بیابید. در کدام محلها و در چه شرایطی سپایه نمیتواند کاربرد این وسیله را داشته باشد؟ با توجه به معیارهای سنجش نیاز، آیا چنین امتیازی ارزش کافی برای تولید آن را دارد؟ به نظر شما معیارهای موفقیت یک محصول جدید چیست؟ طراحی و ساخت قندانی که افراد نتوانند به همه قندها دست بزنند و با فشار دادن تنها یک دگمه قند را دریافت کنند، آیا ارزش سرمایه‌گذاری و تولید را دارد؟ سعی کنید قندان را حداقل با 2 جنس جدید که تاکنون در قندان به کار نرفته است در نظر بگیرید. چطور میتوان از طرح ایدئال در مورد قندان استفاده کرد؟ قندان را با چه چیزهایی میتوان ترکیب کرد؟ سعی کنید حداقل 10 پیش‌فرض در مورد قندان را با تکمیل 2 عبارت قندان حتما باید و قندان نباید شناسایی و در آنها شک کنید. مفهوم کلی یا کانسپت دوشکی که بتوان دماهای متفاوتی را برای آن تنظیم نمود چیست؟ چه چیزهای دیگری را میتوان به تشک اضافه کرد؟ چطور میتوان تشک را 2 منظوره کرد؟ آیا تشک یک بار مصرف ایده خوبی است؟ یکی از پیش‌فرض‌های تشک این است که اندازه‌های هر دوشک باید ثابت باشد. با شک کردن به این پیش‌فرض چه ایده‌ای به دست می‌آید؟ سعی کنید مفهوم کلی یا کانسپت این ایده را در مورد کابینت، اتوبوس، فروشگاه‌های بزرگ، استادیوم‌های ورزشی، روزنامه یا خودکار در نظر بگیرید. آیا می‌توان گفت این جمله که عصا باید به وسیله دست کنترل شود یک پیش‌فرض برای عصاست؟ اگر پاسختان مثبت است، به چند روش می‌توان این پیش‌فرض را در هم شکست؟ سعی کنید حداقل 10 پیش‌فرض برای عصا شناسایی کنید. کارکرد اصلی عصا چیست و به وسیله طرح ایدئال چطور می‌توان آن را ارتقا داد؟ آیا جمله عصا باید 1 نفره باشد یک پیش‌فرض برای عصاست؟ مزایا و معایب عصای 2 حالته که بتوان آن را در 2 حالت 1 نفره و 2 نفره استفاده کرد چیست؟ سعی کنید حداقل 5 امتیاز و 5 عیب برای چنین اختراعی بیابید
به عبارت دیگر تأثیرات مثبت و منفی چنین اختراعی در زندگی بشر و جامعه چیست؟ کاربردهای دیگر سقف چیست؟ حداقل 10 پیش‌فرض برای سقف شناسایی کنید و سعی کنید در آنها شک کنید تا به ایده جدیدی برسید. سعی کنید در ذهنتان سقف را با کالباس، ماتیک، نردبان، نوه و کفگیر ارتباط دهید و به ایده جدیدی برسید. برای این منظور باید ویژگی‌های هر یک از موارد فوق را با سقف و کارکردهای آن ارتباط دهید. سعی کنید از طرح ایدئال در سقف خانه استفاده کنید.